نعمان حسنوف مردی احسانکار و نفرستانی جامعه امروز 70 ساله شد. این مردی سخاوت پیشه از سال 2016 این جانب مرکز خیر و احسان را تأسیس نموده و مردم نیازمند دستی مدد میرساند. مرکز در محله وحدت در تهخانه بینای مسجد نور اسلام فعالیت میبرد. شهروندان سر و لباس، پایافزال، اسباب و انجام زیادتی خود را به مرکز خیر و احسان آورده میدهند و نفران نیازمند از آن استفاده میبرند. با یک تشبوسی برآمدم که با شخصان یکی تنها معیوب خالصانه یاردم رسانیدم به ما در اول یک نقطه میدانی که همگی 16 متر کوادراتی مساحت داشت نقطه تشکیل کردیم. پس از آن جایی که کمی کرد حاضر من مساحتی که امروزه مرکز خیر و احسان زیاده 200 متر کوادراتی را تشکیل میکند. بغیر از قبول لباس و اسباب انجام روزگار ما با تعمیر اربچه‌های معیوبی و پرکت اربچه‌های معیوبی به طور رایگان با شهروندان نیازمند کار میکنیم. بخش سعودی جمعیت هلال احمر تاجیکستان نیز لباس و لوازمات زیادتی را که از خارج کشور می آورد امروز به این مرکز خیر و احسان آورد. از طرف تشکیلات مذکور یک مقدار لباس و لوازمات روزگار سپاریده شد. در این مرکز نه تنها لباس بلکه ارابچه‌های معیوبی را نیز خود نعمان حسنوف از اسباب‌های زیادتی ساخته یا تعمیر کرده به معیوبان به طور رایگان می‌دهد. تا امروز نعمان حسنوف 7 ارابچه معیوبی ساخته 5 تای آن را به معیوبان گروه یکم به طور رایگان به اجاره داده است. ما با جمعیت بخش خوجنده‌ای هلال احمر همکاری زیاد داریم. آنها هم و ما به مثال از لباس‌هایی که از خارج کشور می آید یا اینکه لباس‌هایی که خودشان جمع میکنند و نقطه ما وعده میسپرند ما آنها رو به تمام شهروندان ولایت سوخت بیرون از ولایت آمده مراجعت میکنند ما آنها خالصانه میدهیم. سال 2019 به مرکز خیر و احسان 2560 نفر شهروندان از ولایت سوخت خیر کرده 6602 نفر از آن استفاده بردند. در ماه ینوری سال 2020 باشد به مرکز خیر و احسان 250 نفر لباس و پایافزال و دیگر اسباب و انجام روزگار را خیر کرده 480 نفر از آن استفاده بردند. همچنین به این مرکز جمعیت سهامی گشاده نمک اشت از ماه نوامبر این جانب هر ماه 100 کیلوگرمی نمک آورده احسان میکند. لباس‌های گوناگون که 250-245 نفر هر ماه ما آمار میبریم، حسابات میبریم، ما جمع میکنیم و من جمع کنیم اگر از اول فعالیت ما از سال 2016 مقدار سخاوت کنندگان به 6000 رسید، مقدار گیرندگان باشد به 20000 رسید. ما در تلویزیون سیمای مستقلی یک رادیوی پیوند دائما ما اعلان‌های ما را به طور رایگان پخش میکنند در سطح روان. ما دعوت میکنیم شهروندان را که خالصانه خودشان با خواهش خودشان یگان چیز زیادتی اویلشون آورده سپارند. مردم با دعوت ما رو قبول میکنند و خودشان آورده میتیند. این مردی نکوکار 5 سال رئیس کمیته محله وحدت بود. دانشگاه را با اختصاص مهندسی ختم نموده زیاده از 20 سال به حیث دیرکتوری مؤسسه نقلیات اتومبیلی سردار راه آهن خوجند فعالیت برده است. سنه 17 مارس نعمان حسنوف خیرخواه 70 ساله شد. نام برده برای عمل خیری آغاز کردنش همه تدبیرها را میاندیشد. موصوف میگوید که در عید نوروز و نزدیک شوی ماه رمضان هر نفری خیرخواه میتواند لباس و اسباب و انجام روزگار را به این مرکز خیر و احسان برای عمل ثواب آورده سپارد. مواد آورده آنها زندگی نفران نیازمند را تامین و پوره میکند. گزارشی سومن حامید و سید مختار سید انور نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.